ما هر وقت شما رو با این دوربین می‌بینیم میایین داخل خبرهای خوب میشنویم. همراه ما باشید با یه خبر خوب مدرسه. بیاید سلام مبارکه. به خبر ویزا رو بگیم. ای بابا اومده. مبارکه ویزا تو دم بابا کرد همه به بابا 2 ساعت خبر داره صداش نمیاد. برای شما اینم برای مامان عزیز مرسی. ایلیا مختاری اومد. سلام و عرض ادب. ایلیا مختاری هستم، 16 ساله از تهران. صبا صادقی، مادر ایلیا. شهریور سال 1401 ما قراردادمون بود، با ادویزا آشنا شدیم و بهمن ماه 1401 پذیرش ایلیا و اومد از مدرسه از سیدنی، مدرسه کندل پارک و الانم که ویزامون اومده. هلوش 5-6 اردیبهشت ما رفتیم انگشت‌نگاری و 40 روز طول کشید تقریبا که ویزامون بیاد. ما هر وقت شما رو با این دوربین می‌بینیم میایین داخل خبرهای خوب میشنویم. من پیشنهاد میکنم به دوستان اگه مهاجرت دارن یا هدفی دارن توی این زمینه به ادویزا، مجموعه ادویزا و همکاران اعتماد کنن، چون پرونده ما رو خیلی عالی پیش بردن و ازشون ممنونم.